آمد تاج از سرش گرفت جبرئیل امین و نزد رسول اکرم آمد. رسول الله خواب بود، سر خود تاج از سر گرفت و سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت. جبرئیل امین پیک رسول الله از نزد الله آمدگی سر خود برهنه کرد، تاج گرفت و فرق سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت که وقتی که کافوی سرد است و پای رسول الله گرم است، یک دکه خورد پیامبر پای خودش کشیدید که جبرئیل امین در اوج است. گفت که ای جبرئیل، تو سردار همه ملائکه هستی، تو پیک همه پیامبرها هستی، تو از نزد الله پیام میاری، این چگونه است که تو سر خود به کف پای ما گذاشتی؟ جبرئیل گفت ای حبیبی الله، گفت همون بزرگی را که راهبر و سردار و با فضیلت ترین همه فرشته های الله من هستم، گفت از همین گرد خاک پای تو الحال خدا مرا نصیب کرد. من به این گرد خاک که به سری من رسیده به 7 آسمان و زمین پرواز میکنم و فخر میکنم که گرد خاک پای رسول الله به سری من رسیده است. آداب ببین، رسول خدا را دشمن میخواست که به کارد بکشش، دشمن میخواست که سنگ بر رسول الله بزند، دشمن اشکمبه پری نجاست به گردن رسول الله در نماز خواندن بار میکرد. دشمن کسی بود که زمانی که خدیجه کبرا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را وقتی که تولد کرد، همه مشرکین منافقین گریختن، همه گفتن ما دایگی نمیکنیم کسی را که دینی نو آورده است، همه گریختن رفتن. خدیجه مادر ماندر چنین عذاب، ولی در نزد خدا قدر قیمتی او را ببین که جبرئیل امین سر خودش به کف پای رسول الله گذاشت. پیامبر خدا بیدار شد و جبرئیل امین حکم خدا را بر او خواند که در این شب تو باید به مهمانی بیای، جنت و دوزخ به چشم سرت ببینی که فردا روز قیامت این امت گناهگار عاصی خدا شفاعت کرده بتانی از آتش دوزخ، علنگه آتش دوزخ نترسی، بهشت ببینی، دوزخ ببینی. و در اون شب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براق آورد و در براق پیامبر خدا را خواست بنشاند. و براق چیست؟ براق گفته جاندار هست که او در بهشت است، نصیب بهشتیان است. براق از خر قدش بالاتر است و از اسب پایانتر، دومش به مثل دومی گاو است، سینهش به مثل سینه شتر است، از اسب پایانتر، از خر بالاتر قدش، و روی او سری او به مثل سری آدمی است، عقل ادراک دارد. و براق نه به مثل دیگر حیوان ها قدم میزند خیز میزند، نه، مدی بسر به هر کجا که چشم انسان برسد پای براق در همونجا میرسد. این چنین است. امروز یک مخلوق بیچاره، یک سمالیات مثلا در 1 ساعت چند هزار کیلومتر، یک مخلوق بیچاره یک آهن پاهان تشکیل کردگی است، یک کنسترکتور. اما براق این چی است؟ این خلق کرده الله است که مدی بسر چشم تزمیجه کوه امام اسکره را میبیند، همون چشم تهوی میکنه در همونجا میرسه. براق چنین است. پیامبر خدا همراه جبرئیل رفتن بچی به مسجد الاقصی در شب. در مسجد الاقصی پیامبر خدا براق در حلقه در مسجد الاقصی بسته کرد و خود در آمد و نماز خواند، تحیه مسجد خواند. یعنی اولین کاری که رسول خدا کرد به مهمانی رفت تحیه مسجد بود. هر یکی ما و شما هم به کدام مسجد که در کدام گوشه دنیا که نباشد داخل شدیم باید 2 رکعت تحیه مسجد بخونیم. تحیه مسجد چیست؟ سلام و آداب و پروردگار است. در تحیه مسجد بنده چگونه میخواند؟ رسول الله چگونه خواند؟ وقتی که بنده تحریم میبندد، در تحریم بستن همه افعال دنیا را به خود حرام میگرداند، دنیا را پشت دست میکند. هر چیزی که برای آدم زنده حلال است در نماز او حرام است. خوردن نادرست، پوشیدن نادرست، گپ زدن نادرست، خندیدن نادرست، خوابیدن نادرست، ره گشتن نادرست، نشستن نادرست، نگاه کردن نادرست، پوشیدن نادرست، بدر کردن نادرست. هر چیزی که آدم زنده میکند در نماز او نادرست است.
تحریمه را که بسی الله اکبر گفتی در نماز در آمدی، تو در دنیا نیستی که باید تماس به الله بگیری. دستا پیشی برگرفته با ادب قلب پاک کردی، لباس پاک کردی، طهارت تازه کردی در مکان پاک، تو به خدا سخن میگویی. رسول الله 2 رکعت نماز خواند تحیه مسجد. قیام حالت است که بنده دستا پیشی بر میگیرد، با سر کشال جای سجده را نگاه میکند و پروردگار خود راز نیاز میگوید الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش و همه نیکویی ها مر پروردگار را هست که او رب العالمین است، تربیت کننده همه عالم هاست الی آخره. بنده در قیام عاجزی خودش به پروردگار نشان میدهد، ترک دنیا همه کردگی و خدا راز نیاز میگه. وقتی که رکوع کرد، در رکوع چکار میکند؟ عاجزی خودش نشان میده، میان خم میکند، پس میکند که خدایا من میان خم میکنم به نزد تو پروردگارا. او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حالی وا بگیریم که خالق خودشان نمیشناسن، خدای خودشان نمیشناسن، به نمازای بیچاره میبرن از دنیا به تو شب خالی و خالی میبراید میروند. به حالی و ما باید بگیریم به حالی بی نمازا. چقدر بی نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداوا کنین، مستحکم کنین که تا که از طرف کفیدگی دیوار شما چشم یک بی نماز در حولی شما نافته که کثافتی دارد. از طرف و چشم بی نماز در حولی شما نافته. امروز خانه ها پری بی نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده هست، میبینی در خانه چند بی نماز است. آوازی از آن میشنم، مسجد نمیآیند، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، همون خالی از دنیا میرود. این جنازه ای که ما میکنیم فایده به او ندارد، هیچی فایده به او ندارد. جنازه برای مسلمانی واقعی فایده دارد. عمرش که نماز نخوانده باشد جنازه با او چی فایده دارد؟ هیچی فایده ندارد. رسول اکرم تحیه مسجد خواند، قرائتی دراز کرد، در خیام با سر به جای سجدگاه دوختگی بود، اشکا میریزان. رکوع کرد، در رکوع سبحان ربی العظیم، الله پروردگار جل جلاله را با پاکی یاد کرد، در رکوع ایستاد و بعدا به سجود رفت. و سجده چی است؟ مغز نماز است، مغز عبادت است، مغز نماز سجود است که با وجودی که همه کائنات خدا به خاطر او خلق کردگی بود. اگر 18,000 عالم اگر همش جمع کنیم به گرد خاک پای رسول الله برابر نمی شود. به همین بزرگی و شرافت قیام ده ایستاد، رکوع کرد، در سجده خدا را به پاکی یاد میکرد. و همون وقت بنده مسلمان است، همون وقت بنده کبر ندارد، غرور ندارد، خدا را میشناسد. بنده اساسی است او بنده که سجده خدا داشته باشد. اگر سجده خدا که نداشته باشد، هر روز میلیون گاو بکشد، هر روز میلیارد دلار خیر صدقات بکند، 1000 بار حج بره و بیاید، میلیون بار زکات بده، اگر نماز نداشته باشد هیچ چیز از کردگی. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. مولای روم میگه، همین مولای رومی که 2 سال پیش یک جمهوری او را بزرگ داشت قید میکرد، همون کس میگه گنجینه در این عالم ویرانه فقط و فقط نماز است. پول نیست، مال نیست، منصب نیست، قصر نیست، ماشین نیست، زن فرزند نیست، یار و رفیق نیست، همه اینها فنا میشوند، نیست میشوند، همه موقتی است. فقط از این دنیا ما و شما نماز میبریم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا رحمت توانی آورد. گر کعبه روانی دریای خانه نماز است. پیامبر خدا 2 رکعت نماز خواند. بعداً به براق سوار شدند. در حالی که به براق پیامبر خدا سوار شد،
کتاب ها اهل دل بیان میکنن بحث و مناظره زمین به آسمان است. صدها هزار سال بحث میکردن. آسمان میگفت که خدا در ستاره را خلق کرده است، آفتاب ماه خلق کرده است، روح همه انبیا در من است، بهشت در من است، عرش کرسی و لوح و قلم در من است، فرشته ها در من هستند، لوح المحفوظ در من است. میگفت زمین چی میگفت؟ زمین میگفت که خدا در من شهرها خلق کرده است، دریاها خلق کرده است، اقیانوس و کوه و دیگر خلق کرده است و عاقبت الامر زمین بر آسمان غلبه کرد. تو گفت اگر همه را هم که داشته باشی، من گفت کسی را که دارم که تو نداری. گفت کیست؟ گفت حبیبی الله است، اون محمد صلی الله علیه و سلم است که خدا همه کائنات به خاطر او خلق کرده است. جسم معطر منوری گفت در دل محض در زمین است، در مدینه منوره است و آسمان مات شد، محو شد ما. و برای خرسند شدن آسمان باز رسول اکرم چی از زمین به آسمان رفت. ولی زمین زمانی که به آسمان پیامبر خدا میرفت، در صخره پیامبر خدا برآمد و در صخره پیامبر خدا پای خودش بالای سنگ گذاشت. در براق وقتی که سوار شد، او سنگ در ناله آمدگی بود، سنگ به ناله آمدگی بود. ای رسول خدا گفت امر کن که من از زمین بالاتر برم. رسول خدا گفت بیا بالاتر رفت. گفت امر کن که من در جای خود بیستم. گفت به چه خاطر؟ گفت به خاطر که پای تو بر بالای من رسیده است، غیر از پای تو نمیخوام که پای دیگر کس به بالای من رسید. این سنگ معلق که الحال معلق هم نیست، بلکه از طرفش دیوار کردن. قبلا معلق بود و معلق هست، اما به خاطر که مردم عوام بیسواد او را همچون پرستش میکردن، همچون شفا و میکندن و میبردن و در کسلی و بیماریاشون میخوردن، پلاو پکان میکردن، از طرفش دیوار کردن که معلقش نماند، تا که مردم با او بسیاری بد فریفته نشوند. رسول اکرم در براق سوار شدگی بود که زمین به ناله آمد، زمین به گریه آمد، زمین به ناله آمد و از هر یک حجر و مادر و سنگ و کلوخی که در زمین بود ناله می برآمد. جبرائیل امین جلودار بود. جبرائیل امین اون نقطه و اون بندی براق در دست داشتگی بود. تاج فرشته ها بندی او را داشتگی بود. براق پیامبر خدا بر براق سوار بود. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، حضرت لسان الغیب حافظ میگه مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. ای رسول الله، حافظ میگه تو وقتی که دعوت الله که به تو رسید، تو مست شدی در عشق خدا، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست که همه حجر و مدر همه از عشق رسول الله از زمین دور شدن اشک میریزوندن. حضرت شیخ سعدی بزرگوار